خواص عسل طبیعی برای سلامتی انسان و فواید آن از گذشته مورد توجه بوده، اما در این ویدیو سعی می‌کنیم که فواید و کاربردهای آن را که به صورت علمی به اثبات رسیدند را به شما معرفی کنیم. این ویدیو را از دست ندید. همچنین شما دوستان عزیز میتونید با سابسکرایب کردن کانال فارسیا و زدن روی علامت زنگوله از جدیدترین ویدیوهای این کانال به محض انتشار با خبر بشین. مورد اول درمان شقاق مقعدی است. شقاق به معنی ترک خوردگی و چاک خوردگی و یا همان زخم شدن لبه داخلی مقعد است. عوامل ایجاد شقاق شامل یبوست، اسهال طولانی مدت، کم تحرکی رابطه مقعدی، تنگی دریچه مقعد، خاراندن مداوم، بیش از حد تمیز کردن مقعد با دستمال زیر و مواردی از این قبیل است. اما علائم بیماری شقاق چیست؟ این علائم شامل درد، سوزش و خارش اطراف مقعد، احساس ضایعه گوشتی در اطراف مقعد، خونریزی مقعدی، ترک اطراف مقعد و در برخی موارد مشاهده خون روی دستمال توالت است. در کل بدانید که این بیماری بسیار شایع است و اگر زود اقدام به پیگیری آن کنید می توانید به راحتی آن را درمان کنید. درمان شقاق با عسل یکی از مطمئن ترین روش‌ها و البته قدیمی ترین روش‌ها می باشد. با این روش می توان این بیماری را در خانه درمان کرد، البته اگر وخامت خیلی زیادی هم نداشته باشد. این روش البته برای شقاق مقعدی حاد به کار برده می شود، اما برای نوع مزمن باید حتما به پزشک مراجعه کنید. برای درمان شقاق مقعدی با عسل باید مقداری عسل طبیعی را بر روی ناحیه مربوطه بریزید و خوب ماساژ دهید. این کار موجب می شود که ناحیه آسیب دیده نرمتر شود و خون رسانی به آن هم بهبود یابد. عسل علاوه بر آن خاصیت آنتی بیوتیک نیز دارد و میکروب ها و باکتری ها را به صورت موضعی از بین خواهد برد. باید توجه داشته باشید که مهمترین نکته در درمان شقاق مقعدی با عسل این است که از نوع طبیعی و مرغوب عسل استفاده کنید، زیرا آنچه که باعث می شود بافت‌های مقعد ترمیم شوند و زودتر به هم جوش بخورند در واقع شهد گل و همینطور اعمالی است که زنبور بر روی آن انجام می دهد و نه شیرینی عسل. اما تأثیر عسل بر بیماری دیابت چگونه است؟ در مورد مناسب بودن عسل برای بیماری دیابت ادعاهایی شده است. این موضوع به دلیل مقدار قند موجود در آن است. به نظر شما آیا افراد چاق و افراد دیابتی می توانند عسل بخورند؟ آیا شاخص گلیسمی آن بسیار بالا نیست؟ همانطور که می‌دانید ماده غذایی عسل بسیار شیرین است. بنابراین چطور برخی از افراد مبتلا به دیابت نوع 2 ادعا می‌کنند که عسل برای بیماران دیابتی مشکلی ندارد؟ تمام پزشکان میگویند که در صورت ابتلا به این بیماری و همچنین در صورت داشتن اضافه وزن نباید مواد غذایی شیرین مصرف کنیم. با این حال مطالعات و آزمایشات بالینی خلاف این مطلب را عنوان می‌کنند. شرح این مطالعات و تحقیقات گسترده است، اما به طور خلاصه باید بدانید که مصرف عسل به طور قابل ملاحظه مقدار انسولین را افزایش داده و میزان قند خون را کاهش می‌دهد. در 18 نوامبر 2015 تحقیقی به وسیله نشریه علوم پایه پزشکی ایران منتشر شد. این تحقیق توسط سعید عرب معزن و همکارانش از دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد. عنوان این مقاله اثر ضد دیابتی تغذیه با عسل در موش‌های دارای اختلال قند خون بالا بود که می توانید خودتان این مقاله را مطالعه کنید. اما از این موارد که بگذریم بریم سراغ میزان مصرف عسل برای بیماران دیابتی. ابتدا میزان مصرف عسل برای بیماران دیابتی در بزرگسالان با وزن میانگین 170 پوند یا 77 کیلوگرم. معمولا مصرف روزانه 3 تا 5 قاشق غذاخوری عسل کافی است. این مقدار عسل را میتوان به این روش ها مصرف کرد. در صبح 1 قاشق غذاخوری عسل به همراه میوه یا ماست که این روش ذخیره موجودی گلیکوژن کبد را به سرعت افزایش میدهد که در طول شب مورد استفاده مغز قرار میگیرد. و همچنین قبل از خواب 1 تا 2 قاشق غذاخوری. مصرف این مقدار به پر شدن ذخیره سوختی که مغز در طول شب مصرف می‌کند کمک کرده و همچنین از ترشح کورتون یا کورتیزول و آدرنالین از غدد فوق کلیوی جلوگیری می‌کند. در طول روز هم اگر فرد فعالی هستید 1 یا 2 قاشق غذاخوری دیگر عسل را هم به همراه میوه، میان وعده یا غذاهای پخته شده استفاده کنید. اگر هم تحرک زیادی ندارید به عسل بیشتر نیاز نخواهید داشت. اگر مصرف کالری دریافتی خود را محاسبه می‌کنید باید بدانید که عسل حاوی حدود 60 کالری به ازای هر قاشق غذاخوری است. درصد کالری مورد نیاز بدن که به وسیله قندهای ساده تامین می‌شوند نباید از 10% بیشتر باشد. بنابراین روزانه 180 تا 300 کالری به دست آمده از عسل برایتان کافی است.
در صورتی که هنوز هم درباره تأثیر عسل بر دیابت قانع نشده اید، می توانید آن را با کمی دارچین استفاده کنید، زیرا که دارچین به عنوان ماده کنترل کننده مقدار گلوکوز خون شناخته می شود. دیگر فایده مصرف عسل تقویت انرژی بدن است. اگر تاکنون برایتان پیش آمده که در محل کار خود پس از نهار احساس خستگی مفرط کنید یا هر روز صبح به سختی از رخت خواب خود خارج می شوید، می توانید از یک تقویت کننده طبیعی انرژی برای رفع این مشکل استفاده کنید. عسل به دلیل مقدار بالای کربوهیدرات خود منبع شگفت انگیزی از انرژی قنده فراوری نشده است. گلوکوز و فرکتوز عسل به سرعت وارد جریان خون می شوند و این کار باعث تقویت انرژی مورد نیاز برای تحرک شما خواهد شد. این کار روشی بسیار عالی برای شروع یک روز طولانی است. در غیر این صورت عسل را به همراه صبحانه خود مصرف کنید تا انرژی لازم برای انجام کار شما را تقویت کند. اما روش معتبر این است که یک قاشق پر از عسل را درون یک فنجان چای اضافه کنید یا آن را با مقدار کمی قهوه میل کنید. زیرا مصرف زیاد قهوه باعث افزایش انرژی در شما نمی شود. همچنین می توانید بعد از ظهر هم کمی چای ولن را همراه با یک قاشق غذاخوری عسل مصرف نمایید. اما به خاطر داشته باشید که روزانه باید تنها 1 یا 2 قاشق غذاخوری عسل خام مصرف کنید. اما دیگر کاربردهای عسل برای درمان بیماری‌های مختلف. برای چاقی مفرط، فشار خون بالا و چربی بالا، صبح به صبح 1 لیوان آب داغ با 1 قاشق مرباخوری عسل و 5 تا 10 قطره سرکه سیب بنوشید. برای درمان زخم‌های دهان، مخلوطی از 1 قاشق مرباخوری عسل و کمی زردچوبه به زخم دهان یا زخم‌های روی زبان بمالید. این مخلوط باعث ترشح بزاق دهان می‌شود تا سم را بکشد. برای زخم‌های موضعی با گاز استریل حاوی عسل روی زخم را بپوشانید و شب آن را بردارید. برای سرماخوردگی مخلوط نصف قاشق مرباخوری دارچین و 1 قاشق مرباخوری عسل را روزی 2 یا 3 بار مصرف کنید. برای سینوزیت روزی 2 یا 3 بار مخلوطی از 1 قاشق مرباخوری آب زنجبیل تازه و 1 قاشق مرباخوری عسل مصرف کنید. برای حالت تهوع، استفراغ و سوء هاضمه، 1 قسمت از آب لیمو را با 1 قسمت عسل مخلوط کنید و روزی 2 بار کمی از آن را بنوشید. برای گردش خون ضعیف، مخلوطی از 1 قاشق مرباخوری دارچین و 1 قاشق مرباخوری عسل را در 1 لیوان آب گرم دم کنید و بنوشید. به طور کلی از مصرف این ماده بسیار مفید غافل نشوید و از فواید آن به این ترتیبی که گفتیم حتما سود بجویید. خب دوستان گلم، مرسی از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردین. امیدواریم که موارد گفته شده در این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه و به کارتون بیاد. برای حمایت از ما لایک، سابسکرایب، گذاشتن کامنت و به اشتراک گذاشتن این ویدیو رو فراموش نکنید و تا یک برنامه دیگه مراقب سلامتی خودتون باشید. فعلا خدا نگهدار.